مردها تو رابطه متاسفانه تو ایران چه کاری انجام میدن؟ با یه دختر خوشگل خوشتیپ داره خودش رو نشون میده زیبا موفق دوست میشن، به اون دختر میگن نپوش، نکن، نخور، این کارو نکن، اون کارو نکن. اون دختر با اون توانایی، با اون زیبایی آروم آروم منزوی میشه، تبدیل میشه به یک دختری که دیگه آرایش نمیکنه، دیگه به خودش نمیرسه. اون دختر اون چیزهایی که ماهیت خودش بوده رو از دست میده به خاطر یه نفر دیگه. همون آدم این دختر رو میذاره کنار. ما یه چیزی داریم به اسم اعتماد به نفس که اوکی من زیبام، من خوشگلم، من علم بلم، اینو میذاریم کنار. یه بحثی داریم به اسم عزت نفس. ما چقدر تایممون و زمانمون و چقدر برامون مهمه. چون من اگر نیام اون ارزشمندی رو برای زمانم قائل نشم و هی به خاطر یه نفر دیگه از چارچوب‌ها و خط قرمزهای خودم بگذرم، اون آدم یهو خودش میاد اعتماد به نفس، عزت نفس خودمو دارم به اون تزریق میکنم. اون آدم حق داره از